گپی تحصیلی یا هم وقفه تحصیلی چی است؟ با مدت زمانی گفته میشه که یک شخص بعد از ختم مکتب و یا پوهنتون و یا آخرین دوره تحصیلی خیش نتوانه ادامه تحصیل بده. دلیلی عمده وقفه تحصیلی چی میتونه باشه؟ اولا کار و دوم میتونه مشکلات مالی باشه و سوم هم میتونه مهاجرت ها باشه و همچنان بیماری. وقفه تحصیلی میتونه یک عامل باشه که روی تصمیم گیری سفارت تاثیر بگذاره. البته بیشتر زمان تاثیر مثبت میگذاره که ما وقفه تحصیلی خود به شکل منطقی و قابل توضیح ارائه بکنیم. وقفه تحصیلی خود را بتوانید با اسناد و توضیحات کامل برای سفارت ارائه بکنید و همچنان بیشتر تاثیرگذاریش وقتی است که ما وقفه تحصیلی خود با تجربه کاری یا هم تجربه علمی نظر ببخشی که در پوهنتون انتخاب کردیم باید ترتیب و تنظیم بکنیم. برای معلومات بیشتر به دفتر ما مراجعه بکنید و یا هم منتظر ویدیوهای آموزشی بعدی ما باشید.